در شهر سنت پتربورگ 18 نفری را بازداشت کردند که با راه‌های تقلبی به قانونی‌گردانی بود و باش زیاده از 7000 خارجی کمک کردند. در این باره نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه ایرینا والک خبر داد. بازداشت‌ها همزمان در منطقه‌های گوناگون سنت پتربورگ صورت گرفتند. پلیس روسیه میگوید که به این گروه متشکل 18 شهروند روسیه و چندی از دولت‌های همسایه شاملند. گمانبران 3 نهاد حقوقی میانه‌رو را تأسیس داده به واسطه آنها مهاجران را ثبت نام قلبکی کرده و برای دریافت پتنت کمک نمودند. به گفته پلیس شخصانی بازداشت شده اکثرا مهاجران را در سراغه‌های ساکنان سنت پتربورگ نامنویس می‌کردند که صحیفه‌هایشان در وبسایت خدمات دولتی رخنه شدند. صاحبان خانه حتی خبر نداشتند که کسی از نام آنها شخصانی ناشناس را در قید خانه‌شان گذاشته است. در مجموع نیروهای امنیتی 10 چنین صحیفه را آشکار کردند. اعضای گروه برای خدمت‌های خود از 27 تا 35 هزار روبل می گرفتند. مقامات حفظ حقوق روسیه گفتند که هر کدام آنها می توانستند با این راه ماه تا 1 میلیون روبل درآمد گیرند. عملیات ضد مهاجران در تمام منطقه های روسیه شدت گرفته است. نیروهای امنیتی ولایت کالینینگراد به تفتیش همه رانندگان مهاجر سر کردند. آنها همچنین نقلیات جمعیتی را منع کرده مسافرانی را که چهره غیر اسلاویانی دارند تفتیش می کنند. بعد از سنجش حجت‌ها بعضی از آنها به شعبه پلیس برده شدند. در عموم دادگاه از بازداشت شده ها تقریباً 400 هزار روبل جریمه ستانده قرار اخراج 10 نفر را برآورده است. در پوشکینا نیروهای امنیتی در انبار شرکت آزان رید گسترده انجام دادند. مقامات ولایت مسکو قصد دارند که 115 مهاجر را از روسیه بیرانند. در این باره از سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در این ولایت خبر دادند. در این رید بجز از پلیس، نیروهای گارد روسیه، افسران خدمات فدرالی امنیت و اعضای حرکت ملت‌گرایانه جمعیت روسیه شرکت داشتند. حالا نیروهای امنیتی روسیه شخصیت کارفرمایی را معین می‌کنند که به گفته آنها مهاجران غیر قانونی را به کار جلب کرده است. مأموریت شرکت آزان برگزاری تفتیش‌ها را تصدیق کرد، اما گفت که کسی بازداشت نشده است.